یک رقابتی مشکل گذار برای کامرانشاه خواهد بود، چون که ورزشگری برزیلیا هم ورزشگری با تجربه هست. رافائلا 27 سال سن دارد، با جودوگی سفید هست و در گرند اسلم ها باشد 17 مرتبه اشتراک کرده، 2 نشانی برنجی دارد. کامرانشاه استوپریان هم 29 سال سن دارد و تجربه اشتراکش در گرند اسلم ها خیلی زیاد است، 24 مرتبه و 1 نشانی نقره در کارنامه دارد از گرند اسلم ها. ببینیم شیوه مبارزه چگونه پشت سر می شود. کامرانشاه هم در مرحله سیوم یک حریف با استعداد از گرجستان، یک جوان نوظهور و این هم یک اوچیمته، ولی برداشته به سمت مقابل از شیوه چوریگاش استفاده کردن ورزشگر برزیلیا. وزر بود یا نه؟ داور مجارستانی چی میگوید؟ چیزی نیست. وزر نیست. خوشبختانه این بر سود کامرانشاه خواهد بود. اما این یک هشدار بود از سوی رافائل ماسیدو که قدرت و توان پرتابی او هنوز پایبرجاست و او میتواند در هر حمله که از سوی کامرانشاه میشود ضد حمله های به همون شیوه پرتابی کند، به همون مقابله به تعبیر. برای قپیدن موافق را برای خود فراهم کردن، کامرانشاه همون چنگ حریف را ابتدا میکند و کوشش میکند که مرحله قپیدن خود را خوبتر کند. و داور چی خلاصه کرد؟ داور وزری به سبب کمکاری به هر دو هم وزری میدهد، چون که 1.5 دقیقه بیشتر مبارزه بردند و در جست پایانی هر دو هم کمکارتر بودند. از این رو داور با آنها کارد زرد داد. باز شیدای دویم، با هر دو هم شیدای دویم و اکنون در اینجا باید کامرانشاه به خاطر که به نیمه نهایی برسد باید با تمام هستی، تمام قدرت و توانی که دارد استفاده برد. و اوچیمته که در مد نظر دارد ولی موفق نمی شود. به هر حال با راهی حمله کردن خود را به بالای تتمی پرتاب کرد کامرانشاه و داور میگوید که باید خود را فعال و نمود کند، زود بعد از آن که حملهش به پایان میرسد به رقابت ادامه بدهد. پرتاب بالای شانه ماسیدو به نتیجه. این هم فرصت بسیار موافق در خط حمله هست کامرانشاه، ولی این هم یک جواب از سوی ماسیدو و بالاخره ماسیدو اجرای اصول میکند. فرصت هست ولی به شکم میزند کامرانشاه را و چون 2 شیدو دارد احساس خطر زیادتر خواهد بود. ولی داوران باید این را به نوبت بگیرند که هر دو هم ورزشگرانی با استعداد و شناخته شده هستند و هر کاری که میکنند و خاطر عملهای تکتیکی است. ولی اینجا ایپان یک جذاب و دیدنی با 3 آینگی که کامرانشاه استوپریان به تخته پوش رفتید و به همین ترتیب رافائل ماسیدو در این رقابت پیروز می شود، به نیمه نهایی می رود و کامرانشاه استوپریان شانس دارد در صورت یک پیروزی دیگر در رقابت های رده‌بندی با مرحله همون رقابت های بلوک فینالی برود.